رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار. حضرت مولوی جمله میگه که رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار. حذر کن از قرینهای دل‌آزار، برو بنشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. مراد حضرت مولوی همینه که برادر عزیز میگه همین رفیق اهلی بسیار دیفیسیته، بسیار چخی نمیاد بازیر که دیفیسیت هم ممکن یکون چیزی دنیا نمونده است. یک دوره شوروی در بچه ها میدونن دیفیسیت بسیار بود، بعضی چیزایی بود که دیفیسیت بودن نمید مردم نمیدونن. همون حاضر رفیق دیفیسیته. این چکلی که زنی صالحه دیفیسیت شده یکی نمیاویش خوب کیمین بگیری، خوب بچه زن بگیری، مشکل شده بسیار دیفیسیته. انا همچون رفیق اهلی هم بسیار کمیاب حضرت میگن، بسیار کمیاب شده است. اگر چنده که زمانه های رفیق بازی نمونه، بازی دیگر همون رفیق اکثریتش خیانت میکنن. زیرا حتی پیامبرم در حدیث های باره لا تصاحب الا المؤمن، شما رفیقی نکنین مگر با کسی که ایمان داشته باشد. ولی امروز ایمان داریم ولی انصاف نداریم، ایمان داریم خب عمل نداریم، ایمان داریم خیانت داریم، ایمان داریم فریب میکنیم. ببینید اون چیزی که پیامبر الا مؤمنی که گفت هست، مؤمن کسی هست که آخی وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. آخی ایماندارها اینا هستند که وجلت قلوبهم در دلهای ایشان ترس. آخی نام خدا و نام رسول گرفتن میشود وجود ایشان لرزه میگیرد. وقتی از آیت حدیث با ایشان صحبت میکنی زادتهم ایمانا، ایماناشون باز زائد و مستحکم و قوی میشود. ببینید و علی ربهم یتوکلون، مؤمنا کسانی هستند که به خدا با توکل دارند. این خیلی است مثال. ولی گفتی حضرت امروز مؤمن ها مؤمن هست ولی مثال پیامبر پرسید آیا مؤمن ترسانچک می شود؟ گفتن مؤمن ترسانچک می شود. گفتن مقصد مؤمن زیناکار می شود؟ گفتن مؤمن زیناکار می شود. این از همون مؤمن های مانده است که مقصد مؤمنی نام ماندگی است، نامش مانده است. ولی اون چه که جدیتی که باید در داخل این مؤمن باشد همون جدیت از بین رفتگی است. برای این رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار. اگرچه زمانی گفتور که دیگر رفیق بودیش بسیار باید رفیق خیانت میکنند. اکثریت رفیق ها خیانت کرده گرد. برای این شیخ سعدی میگو که آن به که در این زمانه کم گیری دوست. ببین هزارها سال پیش شیخ سعدی میگه که آن به که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل زمانه صحبت از دور نکوست. آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنید دشمن توست. ببینید مثال در اصل خداتون سخن شیخ سعدی 1000 سال پیش گفته، این امروز قیاس کنید آیا اون جناب و اون حضرت درست نگفته؟ آن کس که تو را به جملگی تکیه بروست، چون چشم خیرت باز کنید دشمن توست. همه تکیه با هم پرداخته، تمامی سیر سواد باوی تو علاقه گفته. در اصل چشم تا اگر چشم حقیقت کشوی، چشم خیرت کشوی دشمن تمام. برای همین پیامبر گرامی در حدیث مبارک میگه که
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل على دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل. مثال میگه مرد در دین رفیقش است، مرد در دین رفیقش است. فلینظر احدکم من یخالل، نظر که ای انسان با کی یک جای شدی، با کی رفیقی داری؟ زیرا با کسی که نشستی تو در دین همویی، با ماکشینی ماک شوی، با دکشینی سیاه شوی. برای همه اینها چی هست تو داره عزیز؟ رفیق اهلی کمیاب است، هشدار بسیار کم است. زمانی رفیق بازی نیست، ولی حتی رفیقی خوب یافته نمیشه نیست برادر است. و هر کس ما در او حقی رفیق گرفتن نداره. حذر کن از قرین های دلازار. حضرت میگه از او قرین ها، از او نزدیک شدنی به اون انسان هایی که اونها گویم که ارزشی نشست و رفیقی را ندارن، از اونها حذر کن. زیرا که عزیزای خدا میگفتن با بدان کم نشین که کم مانی. با بدان کم نشین که کم مانی. خوب پذیر است نفس انسانی. صحبت نیک را از دست مده که ماه و مه شوی زی صحبت مه. انسان وقتی با بدان می نشیند میگه با بدان کم نشین که کم مانی. مقصد در جان عزیزت رحم که ای انسان وقتی با اینها تو هم نشین میشوی فراموش نکن که اینها کلتکننده امر تویند. از نزدیک شدن ایشان بجز از حیات دست کشیدن دیگر چیزی حاصل نمیده. زیرا خوب پذیر است نفس انسانی. حتی حضرت میگه نفس بسیار خوب پذیره، حس قبول میکنه. با بد بشینه بد میشه، با خوب بشینه خوب میشه. برو بنشین به نزد کژدم و مار. ببینیم برو بنشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. برو نزد کژدم نشین، برو نزد مارها قطع نشین، ولی شیطان های مکار قطع نشست نکن.